سلام دوستان، اینک ادامه میدهیم به سلسله درس‌های آموزش زبان روسی از طریق ویدیو. از همه اون دوستانی که زیر ویدیوهای ما لایک گذاشتند و نظرات خود را در پایان این ویدیوها به ما نوشتند و بعضی پیشنهادها هم کردند، ما عرض سپاسگزاری میکنیم و امیدوار هستم درس‌های ما را باز هم دنبال میکنید و انشالله با هم قدم به قدم پیش خواهیم رفت. اما حالا از شما خواهش میکنم که خودکار و دفترتان را آماده بکنید تا محتوای این درس را بنویسید و همچنین از شما خواهش میکنم که شما باید به خاطر اینکه پیشرفتتان سریعتر باشد باید همیشه همراه خود لغت داشته باشید. لغت زبان روسی لغت‌های مختلف زبان روسی است، از جمله لغت‌های تفسیری یا толковые словари русского языка یا عرف اپیچسکی словар میگویند که لغت‌هایی هستند که به خاطر یاد گرفتن تلفظ درست کلمه ها هستند، یعنی راه درست تلفظ کلمه ها را برای شما نشان میدهند. خوب دوستان، قبل از اینکه درباره شماره های تنها و جمع اسم ها در زبان روسی صحبت کنیم، بیایید به یادمان میاریم که شماره های تنها و جمع اسم ها در زبان خودمان چگونه است. شما در اینجا عکس یک درخت رو میبینید که تنها یک درخت است و در این طرف شما 3 درخت رو میبینید که در زیر این یک درخت نوشته شده درخت و در زیر این 3 درخت نوشته شده درخت ها، درختان. این شماره تنها است به خاطر که یک درخت را افاده میکند و این شماره جمع است که 3 درخت را در اینجا افاده کرده است و نشانه این که 3 درخت را افاده میکند همین پسوندی ها است که به کلمه درخت اضافه کردیم و شکل جمعی آن را از شکل تنها ساختیم، یا پسوندی آن را اینجا اضافه کرده ایم و شکل جمعی آن را ساخته ایم. همین را در کلمه دیگر میبینیم که اینجا میبینید عکس یک سگ است و زیرش نوشته شده سگ که تنها یک سگ را افاده میکند و در اینجا عکس 3 سگ است و در زیرش نوشته شده که سگ ها یا که سگان. خوب، در اینجا گفتیم بسیار را افاده میکند و به خاطر همین هم به شکل تنهای کلمه سگ پسوندی چی را اضافه میکنیم؟ پسوندی ها، و در اینجا پسوندی آن را اضافه کرده ایم و شکل جمع کلمه سگ را در زبان خودمون ساخته ایم که میشود سگ ها و سگان. خوب، در زبان روسی شماره های تنها و جمع اسم ها را میگویند единственное и множественное число существительных. در اینجا هم بازم میبینید عکس همون یک درخت است که یک درخت را افاده میکند و زیرش نوشته شده дерево و زده در هجای اول افتاده است که بلندتر تلفظ میشد، یعنی дерево، نه дерево، дерево. و آ طبق اون قاعده تلفظ حرف آ تلفظ شده است در اینجا که در درس قبل درباره این قاعده ما برایتان صحبت کرده بودیم. و در اینجا میبینید 3 درخت است، عکس 3 درخت است و در زیرشان نوشته شده دریویا. خوب، این نشان میدهد که اینجا شکلی جمع اسم آمده است که 3 درخت را افاده میکند و برای آنکه شکلی جمع این اسم را بسازیم ما از آخر کلمه حرف آ را پرتافتیم و به آن اضافه کردیم 2 حرف دیگر، علامت جدایی و یا که پسوند شکل جمع اسم دیریوه هست و اضافه شده به آن و درختان را افاده میکند. اینجا یک درخت و اینجا درختان. همین گونه هم در کلمه دیگر این را میبینیم. اینجا میبینیم عکس سگ را که در زیرش نوشته شده سباکا، یعنی سگ، تنها یک سگ. و در این طرف مقابلش ما میبینیم عکس 3 سگ را و در زیرشان نوشته شده سباکی. ببینید که آ از آخر کلمه افتاده است و به جای آن اضافه شده است پسوندی ای که می شود سباکی، یعنی سگ ها. همون های تاجیکی
به جای های تاجیکی اینجا ما چی را استفاده کردیم؟ ای را. و اینجا هم به جای های تاجیکی ما چی؟ علامت جدایی و یا را استفاده کردیم که اینها شکل جمعی اسم های دیریو و سباکا در زبان روسی هستند که میشن دیریویا و سباکی. در زبان روسی برای ساختن شکلی جمعی اسم ها دو راه اساسی وجود دارد. راهی از همه معمول ساختن شماره جمع اسم ها در زبان روسی اضافه کردن حرفی ای یا ای یا پسوندی ای یا ای است که به شماره تنهای اسم اضافه می شود. ما این جدول را برایتان پیشنهاد میکنیم که شکل تنها، شکل جمع و معنای چند اسم را در زبان روسی برایتان نشان داده است. در ستون اول شکل تنهای اسم ها آمده است، در ستون اول شکل جمعی این اسم ها آمده است و در ستون سوم معنای این اسم ها آمده است. از شما خواهش می شود این جدول را یک جا یادداشت بگیرید یا چند بار در ویدیو تکرار کنید که در یادتان بماند. همون گونه که می بینید برای ساختن شکل جمع در اینجا ما نشان دادیم پسوند یا حرفی ای یا که ای استفاده شده است که به شکل تنهای همه این اسم ها در این جدول افزوده شده است. خوب، اما میبینیم که در اینجا مثلا ستول شکل تنهای کلمه میز است و ستالی شکل جمعی آن است. در این کلمه در شکل جمعش تلفظ کلمه می شود ستالی، ستولینه، ستالی. یا کلمه ماست که پول یا کپرک است می شود مستی که این پسوندی ای برایش افزوده شده و زده در هجای آخر افتاده است. اما در اینجا باز هم همون قاعده حرفی آ را همیشه شما به هنگام آموزش کلمه های زبان روسی باید در یادتان داشته باشید وگرنه خطا میکنید. این قاعده حرفی آ بسیار مهم است. حرفی آ در هجاهایی که زده بالایشان نمی افتد آ تلفظ می شود، مثل کلمه های استالی و مستی. یا اینجا هم که میبینید کلمه دخوت که معناش چی است؟ معناش درآمد است و زده در هجای دوم افتاده است. دخوت تلفظ می شود، نه دخوت. به همین خاطر هم حرفی آ تلفظ می شود و شکل جمعش می شود دخود، یعنی درآمدها و شکل جمعش با استفاده از پسوندی ای ساخته شده است. و اینجا هم ستاریک که در زبان روسی معناش پیرمرد است و شکل جمعش می شود ستاریکی. یعنی ببینید که زده باز هم در هجای آخر افتاده است و می شود ستاریکی و بالای این پسوند افتاده است که شکل جمعی این کلمه رو ساخته است زده. اینجا هم جدول دیگری آورده شده است که در این جدول شکل تنها، شکل جمع و معنای کلمه ها نشان داده شده است. لطفاً این را هم یادداشت بگیرید، یک جا بنویسید و یا اینکه در ویدیو چند بار تکرار کنید که در خاطرتان این کلمه ها و شکل جمعی آنها و معنای آنها بماند. اینجا کلمه های کنیگی، کتاب، ماشین، نوچ، شب، روکا که دست است آورده شدن و شکل جمع اینها رو ببینید که با همون پسوندهای ای و ای ساخته شدن. اما با تفاوت از اون جدول قبلی در اینجا حرفی آخری کلمه ها ببینید که آمده است می افتد و به جای آن پسوندی شکل جمع اضافه می شود و به همین ترتیب شکل جمعی کلمه ها ساخته می شود. خوب، زده را ببینید که در کجا گذاشته می شود. شما هم زده ها را در هر جا که یادداشت می گیرید یا در یادتان بگیرید که درست تلفظ کنید و ببینید که همه این کلمه ها با پرتافتن حرفی آخر در آنها و به جای حرفی آخر آوردن پسوندی جمعی ای یا ای ساخته شدند شکل جمعشان. یا اینجا هم که ببینید کلمه یابلکا که معنایش سیب است و زده در هجای اولش آمده است، ما یابلکا میگوییم
این هر دو آ موافق قاعده حرفی آ تلفظ می شود، به یادتان بیارید. و شکل جمعش با پسوندی ای ساخته شده است. حرفی آ از آخرش پرتافته شده است و شکل جمعش ساخته شده است. خب راه دیگری خیلی معمولی ساختن شکل جمع اسم‌ها در زبان روسی اضافه کردن حرف یا پسوند ا یا دو حرف یا پسوند علامت جدایی یا پسوند ی به شکل تنهایی اسم است. این قاعده رو هم شما در یادتان بگیرید و حالا میرویم سراغ کلمه هایی که مطابق این قاعده ساخته شدند. خوب، در این جدول هم ما شکل تنها، شکل جمع و معنای چند کلمه را آورده ایم که با استفاده از پسوندهای ا، علامت جدایی و ی و یا که ی ساخته می شوند. ببینید دام و شکل جمعش با استفاده از پسوند ا ساخته شده که معناش خانه است. شکل جمعش می شود دما. دام، دما. ببینید که زده در بالای حرف ا افتاده است. ما نمیگوییم که داما، میگوییم دما. یعنی حرف آ تبدیل به چی می شود؟ ا می شود در شکل جمعی است. یا همین گونه هم کلمه گورود رو بینید که معنایش شهر است و با استفاده از پسوند ا شکل جمعی آن ساخته شده که می شود گرادا و معنایش شهر است. گفتیم گورود، گرادا. همه این کلمه ها در این جدول به همین ترتیب ساخته شده است. در بعضی از اینها گفتیم زده تغییر میکند، اما در بعضی دیگرش زده جایش رو تغییر نمیدهد. مثلا دیرکتور که شکل جمعش میشود دیرکتوره و معنایش رئیس است. ببینید زده در هجای آخرش آمده است. دیرکتور شکل تنها و دیرکتوره که زدهش در آخر است شکل جمع این کلمه هست. اینجا جای زده تغییر کرده است، از هجای دوم زده آمده است به هجای آخر. یا کلمه ستول که شکل جمعش با استفاده از پسوند علامت جدایی و ی ساخته شده است و می شود ستولیا، معناش کرسی. ببینید که در اینجا زده در بالای حرف ی نه آمده است، در بالای همین حرف او آمده است، یعنی زده در آخر کلمه نه آمده است. یا کلمه لیست که معنایش برگ یا کی ورق است، شکل جمعش می شود لیستیا، با همون پسوند علامت جدایی و ی شکل جمعش ساخته شده است. یا کلمه آبلکا، ببینید در اینجا آی آخر ا تلفظ می شود و زده در هجای اول آمده است، معنایش ابر است و شکل جمعش می شود ابلکا، یعنی زده در هجای آخر آمده است و به جای حرف آ که در آخر این کلمه آمده است پسوند ا آمده است و شکل جمع این کلمه را ساخته است، یعنی ابرها، ابلکا. و حرف آ هم که در شکل تنهایش آ تلفظ می شود در اینجا تلفظ ا می شود، به خاطر که زده ندارد، زده در هجای آخر افتاده است و این حرف اول ا تلفظ می شود، یعنی ابلکا شکل جمعش. یا کلمه اکنا رو ببینید که معناش تیریزه هست، شکل جمعش می شود اوکنا. ببینید که حرف او از آخر این کلمه پرتافته شده، به جای آن پسوندش جمع بندی ا آمده است و شکل جمع این کلمه رو ساخته است و تلفظش شده است اوکنا. زده در هجای اول افتاده است، نه در هجای آخر. اینجا ببینید که در هجای آخر است، در شکل جمعش در هجای اول آمده است. اوکنا میگیم، اکنا نه اوکنا که معنایش تیریزه است. و کلمه دیگر رو اینجا میبینیم، کلمه پوله که معنایش کشتزار است و زده در این کلمه در هجای اول روی حرف آ آمده است. پوله به همین خاطر آ تلفظ می شود اینجا و شکل جمعش با پسوند ی ساخته شده است. برای این حرف ی از آخر این کلمه پرتافته شده است و حرف ی به جای آن آمده است و تلفظش می شود پالیا، یعنی زده در بالای هجای آخر روی حرف ی افتاده است و این آ تلفظ می شود و شده پالیا شکل جمعش پوله
پالیا یا کلمه اوچیتیل که معنایش معلم است و شکل جمعش با پسوندی یا ساخته شده است، علامت جدایی آخرش پرتافته شده است و تلفظش هم تغییر کرده است. مثلا اوچیتیلیا شکل جمعش میشد، شکل تنهایش اوچیتیل، اما شکل جمعش اوچیتیلیا، یعنی زده در هیجای آخر افتاده است. اینجا در هیجای دوم در شکل تنهایش افتاده است. زبان روسی موضوع شماره های تنها و جمعش بعضی خصوصیت های خاصی خود را دارد که مثلا بعضی اسم ها هستند که تنها شکل جمع دارند. مثلا اینجا اگر ببینید ما آورده ایم این کلمه ها را در این فهرست که در آخرشان پسوند های جمع بندی ای یا کی دارند و اینها تنها در شکل جمع استفاده میشن، اینها شکلی تنها ندارند. خوب، اینجا لطفاً این کلمه ها را شما همشون رونویس بکنید، در یک جای یادداشت بگیرید و از یاد کنید، یا اینکه در همین ویدیو چند بار تکرار کرده آنها را از یاد کنید، به خاطری که این کلمه ها اینها را البته برایتان نمیخوانم، امیدوار هستم که شما خودتان میخوانید و یادداشت میگیرید و زده را البته فراموش نکنید که اینجا من زده را گذاشتم، زده شون را شما درست تلفظ کنید. مثلا کانیکولی که زده اینجا اشاره کردم با خطچه سرخ در همه این کلمه ها که روی کدام هیجا می افتد، یا که سومرکی که مثلا سومرکی نمی شود یا سومرکی نمی شود بلکه سومرکی می شود، یا بریوکی نمی شود، یا که مثلا اچکی می شود که در هیجای دومش اینجا در کلمه اچکی زده افتاده است. و همین گونه در زبان روسی اسم هایی هستند که فقط شکلی تنها دارند، مثل کلمه های مسلا، روغن، ملکا، شیر، ساخر، قند، ودا، آب، زولتا، طلا، ریس، برنج و چندین اسم دیگر است در زبان روسی که تنها شکلی تنها دارند. امیدوار هستم این کلمه ها را شما رونویس میکنید، در یک جای یادداشت میگیرید، بازم تکرار میکنید تلفظ آنها را و من هم به خاطری که تلفظش درست در یادتان بماند اینجا زده را در همه این کلمه ها گذاشتم. لطفا شما تلفظ درستی زده را در این کلمه ها در یادتان بگیرید و درست در آینده این کلمه ها را تلفظ کنید. موضوع شماره های تنها و جمع در زبان روسی چندین خصوصیت دیگر هم دارد که در درس‌های بعدی درباره آنها فرصت که شد صحبت خواهیم کرد. خوب دوستان، امیدوارم که این درس خوشتان آمده باشد و اون توقعات و امیدواری هایی که از این درس داشته باشید برایتان برآورده شده باشد و این درس برایتان مفید واقع شده باشد. و اگر ضرور بدانید میتوانید در زیر این ویدیوها لایک بگذارید یا اینکه پیوند یا لینک یا سلکه آن را به دوستانتان بفرستید. موفق و کامگار باشید و تا درس‌های بعدی در پناه خداوند باشید.